بچه‌ها خوش اومدید به چنل خودتون. دوباره من برگشتم با یه سرود ملی تاجیکستان که واقعا بی‌نظیر فوق‌العاده است. وقتی اینو من اولش رو شنیدم واقعا مو به تنم سیخ شد، بخاطر اینکه خیلی قشنگه. گفتم شما هم ببینید. و اینکه سرود ملی رو ایرانیا خوندن. دوباره بازخونی خواهی میکنم چون بعد وامیستادم تموم قد برای این سرود ملی تاجیکستان عزیز، ولی این که میشینم معذرت میخوام و عذر منو پذیرا باشید. بریم بشنویم. Let's go. تاجیکستان توی قلب خانینا همیشه در خیلی جالبه بچه‌ها. میگه از خون سیاه و شم. من فکر می‌کنم این سرود تاجیکستان واقعا تاجیکستان و ایران انگار واقعا با هم یکی هن. درسته که از هم جدامون کردن، حالا 2 تا کشور شدیم، ولی واقعا انگار همچنان یکی هن. به خاطر اینکه هر چی که برای ما مهمه، سیاوش، نمیدونم رستم و سهراب، هر چی فکر برای اونا هم مهمه و حتی توی سرود ملیشون هم میبینیم که دارنش و خیلی این مهمه. امیدوارم که شما هم لذت ببرید چون من واقعا این قلبم داره میزنه. همینطوری که سرود ملی ایران رو گوش میدم و خیلی لذت میبرم، واقعا از اینم لذت میبرم. یه آهنگی داره که گوشم رو داره نوازش میده و خیلی دوست دارم. اینا هم خوب خوندن البته. طایفه ها رو میگه یه طایفه از توسیم، یه طایفه از اونجاییم، ولی با هم یکیم. وارث ناموسیم، هم شهری فردوسیم، هم شهری اقبالیم، هم شهری بناموسیم، هم شهری اقبالیم، هم شهری اقبالیم. هم ریشه طوفانیم از میشه شیرانیم، هم ریشه طوفانیم از میشه شیرانیم، هم پای سیاووشیم ما آرش دورانیم، هم پای سیاووشیم ما آرش دورانیم. آهنگ زبان ما هم ریشه و نزدیک است، پیوند وفا بین ایرانی و تاجیک است، ایرانی و تاجیکی. پیمان وفا بین ایرانی و تاجیک است. واقعا خیلی خوبه بچه ها. ببینید یعنی وقتی این سرود ملیشون رو میشنوی احساس قدرت میکنی. نمیدونم یه احساسی کردم یعنی من تاجیکی نیستم، هستم ولی یعنی من تاجیکی نیستم ولی خیلی دوستشون دارم، ولی واقعا من میشنوم من احساس قدرت میکنم. انقدر خوبه و قشنگه. هم سفره نوروزم در تیرگی دنیا، شمعی هنر افروزم ایرانی و تاجیکی، هم صحبت و هم پیمان، هم میهن دیروز و هم مقصد این دوران، هم میهن دیروز و هم مقصد این دوران. هم میهن دیروز و هم مقصد این دوران. چقدر جالبه. در مکتب فردوسی
روشنگر دورانی در خانه وفاداریم، ما رستم دستانیم، ما محکم و پابرجا در عرصه و میدانیم، کسری و دماوندی با میر و زرافشانیم، با میر و زرافشانیم. هم ریشه طوفانی از بیشه شیرانی، هم پای سیاووشی ما آرش دورانی، ما آرش دورانی. واقعا باید تشویقشون کنیم. یعنی واقعا من دلم میخواد وایستم ولی فکر کنم دوربین نگیره منو، ولی بازم وای میستم. خیلی قشنگ بود بچه‌ها، خیلی قشنگ بود. یعنی یه احساس غرور یعنی فوق‌العاده‌ای بهت میداد. خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. و اینکه من تاجیک‌ها رو خیلی دوست دارم و اینکه تو سرود ملیشون هم اینطوریه که اونا هم ایرانی‌ها رو خیلی دوست دارن و فکر میکنم که این حسمون دو طرف است. خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. بچه‌ها تموم شد، امیدوارم که لذت برده باشین مثل من. واقعا یعنی این دقیقه رو ساختم و خوشحالم، یه حس خوشحالی گرفتم، یه حس شاد، یعنی یه احساس خیلی خوشایندی بهم دست داد با ریاکشن رفتم به این سرود ملی. خیلی غرور آفرین بود، خیلی خوب بود و میبوسمتون. بدرود.